نقاشی چی کشیدی واسه آقا؟ اینی که مامانم جیغ میکشه، اینم خودمه. مامانت چرا جیغ میکشه؟ چون که بابام شهید شده. تعریف کن ببینم اون روز چجوری شده بود؟ اون روز که بابات شهید شد. بالای سر بابام بود. خب تعریف میکنی چی شد؟ منو بردم پیش همسایه، از پیش همسایه رفتم پیش ماما، تو بیمارستان پیش مامانم. خب دیگه چی شد؟ بعد رفتم خونه عموم خوابیدم، چون مامانم که خونم نبوده که چیز باشه که مامانم ازم نگهداری کنه. مامانم تو بیمارستان بود. قبلش چی شد که اومدن باباتو شهید کردن؟ چجوری شهید کردن؟ با تفنگ. کی؟ آدم بعدا. آدم بعدا کیان؟ اونایی که آدم ها رو شهید میکنه. کجایی هن؟ اسرائیلی. همشون؟ بعد میخوای چی کارشون کنی اونا رو؟ میخوایم دستگیرشون کنیم بندازیمشون تو جهنم. تو میخوای این کارو بکنی؟ نه، اول دستگیرشون کنیم، خدا میندازتشون تو جهنم. کی دستگیرشون باید بکنه؟ پلیسا رو دوست داری؟ دوست دارم. دوست داری؟ اسمت چی بود؟ اسمت هم بگو. آرمیتا چی؟ رضایی نژاد. تون بگو یه بار. آرمیتا رضایی نژاد. آفرین. آرمیتا پدرش البته از دست داد، ولی خب از حق نگذریم، یه چیزایی رو هم به دست آورد. یه فرصت هایی تو زندگی آرمیتا پیش اومد شاید با وجود داریوش هیچ وقت نمیشد. خدا یه در رو میبنده، 1000 تا در رو باز میکنه. خب اون عکس کیو نشون میده وقتی اینا رو میگه؟ حضرت آقا. با حضرت آقا. بله هر دوتاشون نشون میده دیگه. چجوریه؟ حضرت آقا داره یه چیزی میگه، درسته؟ بعد میگه خمینی رهبر. پس باید چی بگه؟ خمینی رهبر. عزیزم اون موقع حضرت آقا رئیس جمهور بود، امام رهبر بود، بعد امام رحلت کردن، درسته؟ نه امام رحلت کردن. یکی از اون درا، یکی از اون اتفاقا اصلا تغییریه که تو آرمیتا ایجاد شده، نوع تعاملش با جامعه، سیاست، دین، همه اینا تغییر کرده. شناختی نداشت اصلا آرمیتا. یه بچه 4 ساله چه جور میتونه اصلا شناخت داشته باشه؟ ما خودمونم تمام تلاشمون رو دور کنیم آرمیتا رو از بحث‌های سیاسی، از بحث‌های خشن، از بحث‌های کمتر پیش آرمیتا از این مباحث. حالا سعی می‌کنیم آرمیتا رو مثلا توی محیط هنری بیشتر، ولی مثل اینکه اصلا تقدیر یه چیز دیگه است. وقتی که آدم دیگه پیر بشه، خیلی سال بگذره، امام زمان میاد. بله دیگه، حالا شاید هم جوون باشی بیاد انشاءالله، معلوم نیست. نه. ها؟ تو از کجا میدونی؟ خب خیلی سال بگذره میاد. صدای ایشونو میشنوه، سری گوشش مامان یه صدای شبیه صدای حضرت آقا اومد. بعد به تصویر نگاه میکنه، حتما اگه مثلا تو آشپزخونه باشه داره بازی میکنه، تلویزیون صدای آقا رو پخش میکنه. اگه تصویر نداشته باشه از من میپرسه، اگه تصویر داشته باشه بوس میفرسته. هر لحظه‌ای، هر جایی عکس ایشونو میبینه، عکس جوونیشونو میبینه، همین حسو داره.
اومدن به من گفتن که آماده باشید که آقا میخوان تشریف بیارن منزلتون. 10 دقیقه بعد حدوداً ایشون تشریف آوردن. در رو باز کردیم، من و آرمیتا رفتیم جلوتر تو راه رو استقبالشون. بعد شوهرم هم البته جلوتر از ما بودن. باز منو چقدر منو میبوسه. خسته شدم. پریدم. خدا بدونه من چی شدم دیگه. از چیز فکر کنم نقطه شروع ارتباط همونجا بود، چون آرمیتا با اگه تو فیلمم نگاه کنید با یه حالت جستجوگری نگاه میکنه به آقا، سرش بالاه، کمتر پیش میاد آرمیتا اصلا براش واقعا بپرسید از خیلی از کسایی که اومدن منزل ما طول میکشه آرمیتا اصلا بیاد جلو. معمولا تو اتاقه، ما بیام کلی منتشو بکشم آرمیتا بیاد بیرون از اتاق. خوش آمدید. خدا انشاءالله درجات شهید را عالی کنه. خدا انشاءالله که شماها اجر بده، صبر بده، از رحمت خودش انشاءالله آرامش و سکینه رو در دلهای شما نازل کنه. ما در این مصیبت‌ها با شماها شریکیم، البته اجر شماها خیلی بیشتر. خداوند انشاءالله که این اجر رو برای شماها افزایش بده و نگه داره. خب این عکس شهیده بله؟ چند وقت پیش یه عکس آرمیتا و آقا تو منزلمون هست. تصور کنید یه شکلات، برچسب شکلات رو برده بود گذاشته بود روی لب حضرت آقا. میگم چیه؟ شیرینی بخوره. دختر خانم، ایشون دخترشون هستن؟ بله. اسم شما چیه خانم؟ آرمیتا. چی؟ آرمیتا. آرمیتا؟ آرمیتا. آرمیتا. بیا اینجا ببینم نقاشی مال خودته؟ میخواستم روز حادثه رو براتون بکشم چون تو صحنه ترور بودم. شما خودتون هم مثل بله. که یک مشکلی پیدا کرده بودید، برطرف شد الحمدلله. خدا شکر. خب اینو خودت کشیدی؟ مثلا منم دارم جیغ میکشم، بقیه رو نکشیده. روز حادثه است. قشنگ کشیدی. توضیح بدید میشه برای حضرت آقا توضیح بده روز حادثه رو چه اتفاقی افتاد. اگه میخواه حرف بزنی امو از طرف من بهش بگو که چرا انقدر مچم میکنی؟ آب شدم. حضرت آقا انقدر دیگه مچم بکنه میرم تو زمین، منو آبم میکنه حضرت آقا. استخون دارم، استخونم آب بشن. بقیش ببینی الان؟ بقیش بعدا ببینی. نه ولی آرمیتا حس کرده بود این حالا شخصیت ایشون رو، نمیدونم چه جور شد و همینجور کلا در حال بازی کردن بود. کی فکر میکرد که حالا وقت این مهندسی برق یا اینها اینجور تأثیر بگذاره یا فیزیک مثلا این همه بتونه تعیین کننده باشه در سرنوشت کشور. شد دیگه. به خاطر این ببینید یه چشمه ایست داره میجوشه. مهمترین
مشکل دوران‌های قبل یا گناه رژیم‌های گذشته این بود که این چشمه رو نه فقط اجازه نمیدادن، یعنی کمک نمی‌کردن به جوششش، بلکه روش کنده‌مو گلندود می‌کردن. این با انقلاب این چشمه باز شده، داره میجوشه. نظام جمهوری اسلامی فقط باید بستر برای این معین ولی خودش جریان پیدا می‌کنه. مگر همین آقای عباسی یا شهید شهریاری که اینا که خب برجستگان این رشتن، اینا رو هیچ کس نرفته بهشون توصیه کنه به طور خصوص که شما برید تو این رشته. رفتن این رشته رو انتخاب کردن و سرآمد شدن، برجسته شدن. الان واقعا اینا سرآمدن، همین شوهر شما و این آقایون و همین شهید هر کدوم تو بخش خودشون و همین بخش کار اتمی تو بخش خودشون هر کدوم سرآمدن. اینو من دارم میگم که ببینید اون حرکات برای خود ما هم عجیب بود، انقدر که بیتاب بود. اتوبوس نه مشخص بود از هیجانشه این اتفاق داره میفته. چند بار من دیدم این داره نقاشی میکشه میره نزدیک آقا، اونجا نقاشی رو میخواست نشون بده، میخواست به ایشون نزدیک بشه. من واقعا دوست داشتم آرمیتا یه مقدار بیشتر مراعات کنه. همشم بهش تا حد امکان تذکر میدادم، ولی چون میدونم آرمیتا وقتی بهش تذکر بدی بدتر میشه، گفتم بذارم حالا انشاءالله خودش یه خورده بده. تا اینکه رفتن نزدیک آقا داشتن نقاشی رو زمین نشستن. آقا بهشون گفت که آرمیتا بیا پیش من، ما چایی هم ریخته بودیم. بیا اینجا بذار. نه اشکال نه، دوست داره. نه مرسی، مزاحم شما نمیشن. همینجا نه مزاحمت اصلا حالا از خیلی بهم میگن که واقعا اون رابطه‌ای که اون شب توی منزل شما توی گزارش ها اومده، تو فیلم اومده، حالا مثلا گزارش مکتوب، واقعیه؟ اغراق توش نیست؟ خیلی اینو از من سوال کردن. واقعا میگم واقعیه. و جالبتر از همه این که من اصلا تلاشی واسه اون رابطه‌ای که بین آرمیتا و آقا پیش اومد نکردم. یه چیز عجیب، چیزی که اصلا انتظارشو نداشتم و شاید خیلی ها نداشتن. آرمیتا کسی که منزل ما میان میدونن واقعا دیرجوشه. ولی چی شد؟ چه حسی به آرمیتا دست داد؟ جاهای دیگه هم زیاد رفتیم، چرا ایشونو بیشتر از همه انقدر با این علاقه ایشونو دوست داره؟ این عکس کیه خانم؟ خودت چیه؟ ماشاءالله این موها رو اگر هم تو کوتاه نکنن ماشاءالله. پدرشون خیلی به موهاش علاقه داشتن، یعنی الان اگه بخوام کوتاه کنم دیگه دلم نمیاد. روایت داره که جناب ام سلمه اونم روایت شد تو درس همسر پیغمبر موهاش به قدری بلند بود که میرسید به ساق پاش و میبست هجل داشتن زنهای عرب. ما هم زمان ما هم دیده بودیم این اواخر یه چیزی مثل دستبند از نقره چیزی به پاش میبست. این سر موهاشو میبست به این هجل، یعنی اینقدر این موها بلند. وقت تو روایت از امام صادق داره که وقتی این می ایستاد در مقابل پیغمبر گفت اینا گفت لحاظ افاق و اینا دیگه فوق‌العاده عادی بودن، مثل حریر گانه تو روایت تعبیرش کردن نمیدونم چی بود که معناش در فارسی شد مثل حریر. اینجوری بود، موی بلند اینجوریه دیگه. جای مختلف بهش میگن مثلا موهاتو کوتاه. خانم علی محمدی یه بار بهش گفته بود، گفت که آرمیتا هوا گرمه موهاتو کوتاه کن. آخه حضرت آقا ناراحت میشن. تصورش اینه که
موهاشو باید اصلا حاضر نیست که 1 سانت از موهاش کوتاه بشه به خاطر ایشون. بیا خب یه دعوتنامه بهش بدیم. دعوتنامه؟ خب فکر میکنی میان؟ آره ولی من فکر نمی کنم، ایشون وقت ندارن آخه. خب صبح زود دعوتشون میکنی. برای صبح زود میخوای بهشون چی بدی؟ قرمه سبزی. صبح زود صبحونه قرمه سبزی بدی؟ نه خودت میگی صبح زود. صبحونه کره مربای. بابا سختی نیست. مطمئنی؟ چطور؟ مامان میدونم. خب اگه بهش بگم میخوام برات قرمه سبزی درست بگم میگم خب برای چی درست بگم؟ میگه هر چی که خودت میخوای. مطمئنی؟ آره میدونم. چجور میدونی؟ چقدر مگه ایشونو میشناسی؟ خیلی. نکشیدی؟ چه زود میکشی ماشاءالله. خودمم اومده بود روز حادثه رو یه صفحه جدا و یه صفحه من رو کشیده بود که در حال جیغ زدن بودم، یه صفحه خودش رو، و روی یه چیز قبل از اون روی یه دونه وایت بورد یه نقاشی پری دریایی رو کشید آرمیتا. اونم تو حین صحبت‌ها بردن به آقا نشون دادن، یعنی این ارتباطه برقرار شد. داره چیکار میکنه اینجا؟ آب بزنی؟ آره ولی یه نفر اینو کشیده نمیدونم کجا، تو حمد تو خشکیان، چون فکر ندارم تو خشکیان میتون که با دستاش پاشو ببره بالا را بره. باری کلا یعنی زرنگه معلوم میشه پری دریایی دوزیست از پریهای زمینی زمین‌تره. ماشاءالله با شما ارتباط برقرار کرده معمولا خیلی زود القلب یهدی الالقلب. بله دقیقا منم خیلی جالب بود اصلا. خب فوتبال روش کار اینو کی نوشته؟ اینو یه نفر دیگه. خیلی خوب. اینو که تموم نکردی خانم؟ نقاشی تو تمام کن. خیلی بابا یه مقدار آرمیتا تو دادن چیزاش به دیگران انصافاً یه خصوصیتی داره منم دوست ندارم، زیاد دست و دلباز نیست، باید بهش گفت. نمیدونم این چه اتفاق افتاده بود وسط صحبت‌های ما، رفته بود تو اتاق خودش و یه بسته بادوم زمینی آورده بود. ای خدا آرمیتا، و اومد یه دونش رو از اون یه بسته یه دونه رو برداشت و به ایشون داد. اما دانشمندا رو کسی فکر نمی‌کرد آماج ترور قرار بدن. شهید علی محمدی که شهید شد یادتون که اینم هست دستشون فهمید، همه فهمیدن که اینم هست، اینم یه راهه. پس بنابراین اون کسی که تو این راهه میتونست راهش رو عوض کنه برای اینکه از این خطر خودش رو دور نگه داره. الان شما همینجور عکس شد. حالا این شهید احمدی روشن که شهید شده، اینا چون 4 تا شدن دیگه، شهدای علم شدن 4 تا.
خود این انگیزه درست کرده جوونا دانشجوها پیغام میدن که میخوان رشتهشون تغییر بدن بیان تو این رشته کار کنن. خیلی مهمه. این همون نشون دهنده همینه که با انگیزه با آگاهی وارد این میدان شدن. ولی این جوون میتونست بگه حالا که مثلا 2 نفر 3 نفر ترور شده بودن یا آقای عباسی هم ترور شده بود که خود نجات بده کردن. حالا که اینه من خوبه مثلا عوض کنم راهمو نکردم. این همون نشان آگاهی است. خب اینو شما دادید ما بکنیم دیگه. آره؟ این همه غربی ها ازت آقا تبلیغ میکنن این حکومت میبینن بالاترین مقامش یه بچه چجوری بدونی که اصلا بدون شما در چه مقامی هستین. این بچه هیچ درکی نداره. چرا راحت از اینکه میگم که از اینکه به شما مقام سیاسی رو میگم که بفهمم مثلا نه عکس شما رو دیدن از من سوال ولی الان چقدر راحت پیش شما میاد و چقدر هیچ تشریفاتی هم رعایت نمیکنه و منظورم از درک از آقا اینه که نمیدونه که بالاخره مقام سیاسی و اینا رو عرض میکنن. در اینا که حالا مقام سیاسی و اینا حرفه. اصل قضیه مقام انسانی و الهی است که یه وقت می‌بینید این بخش خیلی از ما جلوتره. دیدم آرمیتا ذوق کرده تمام اون چیزو خالی کرده بود توی دستمال که بده به ایشون ببرن. تو محدودیت هم وقتی تروری میخواد انجام بگیره اینجوریست که هر وقت بخوان، هر جور بخوان، هر کار بخوان بتونن بخوان. گفتم 1000 تا تدبیر میان میشن تا بتونن این کار انجام بدن. چیه خانم؟ اونا تو دستمال ریخته شد. این که برای من زیاده. یه کمی هست. وقتی نگهش باید بشنم بذاره به اونجا. دو تاشو بردارم. باشه؟ قرار شد یه چیزی رو به حضرت آقا بگید. نقاشی تو تبدیل نمی کنی؟ آره یه دونه از نقاشی ها تا بگیرم دست همین حالا جالبه بعضی از این اتفاقایی که تو اون شب یا صحبتایی که شده من اصلا زیاد تو ذهنم نیست اندازه آرمیتا قشنگ خیلی قشنگ مثلا تو ذهنش بود که آقا به آرمیتا گفتن که چی کشیدی بابا. من اصلا تو ذهنم نیست اینجور چیزی ولی آرمیتا خیلی جاها ازش پرسیدن و جالبه حس پدری داره نسبت میگه که مامان خیلی وقتا مثلا به عنوان بابا خطاب میکنه. حالا میگن بیشتر اوقات حضرت آقا حتی بعد از اون اتفاق آرمیتا انقدر براش اهمیت پیدا کرده بود کسی میومد خونمون مثلا میگفتن فیلم و عکس و کجان مال اون دیدار من مثلا میگفتم تو خامنه‌ای.ir این یاد گرفته بود اینو بعد میگفت البته تو سایت حضرت آقا.ir خیلی جالب بود این نوع یعنی تحلیلی که آرمیتا نسبت به این قضیه داشت و یاد گرفته به ایشون بگه حضرت آقا جایگاه رو درک کرده. باز تاکید میکنم من تلاشی در این زمینه نکردم. نهایتش اینه که خود من ایشون رو این شکلی خطاب کردم ولی اینکه به آرمیتا تاکید کنم که باید این شکلی ایشون رو خطاب کنی نه این جایگاه رو آرمیتا درک کرده. توی بود که خود آقا هم گفتن تو این دیدار. برای من هنوزم جالبه چه اتفاقی تو اون دیدار افتاد که آرمیتا این عشق رو همچنان داره. چند وقت بعدش حاج خانم اومدن منزل ما بازم سر زده خیلی اتفاقی و حتی از آرمیتا خواستن نقاشی
خودشون یعنی نقاشی ایشونو چهره ایشونو نقاشی کنه. آرمیتا هم براشون کشید و این ارتباط بیشتر شد، یه حالت خانوادگی شد این ارتباط تقریبا میتونم بگم، چون دیگه توی بعضی از مراسم‌های خصوصی هم ما رو دعوت میکردن. روزه‌ای بود، به هر حال چند باری اتفاق افتاده بعد از اون که هاش خانم تشریف آوردن منزلمون. خیلی ایشون محبت دارن، اصلا من تصوری که از ایشون اصلا نداشتم تصوری، ولی واقعا خب آدم تصوری که از همسر بالاترین شخص یک کشور داره، یه تصور خاص ولی خیلی ساده، خودمونی، خیلی واقعا با محبت. یه عده از همراهاشون اومدن منزلمون. میگم این ارتباط شکل گرفت که ما یه بار که برای روزه دعوت بودیم، چون سابقه اون اتفاقی که افتاده بود و آرمیتا قشقره به پا کرده بود تو ذهن همه مونده بود و اتفاقا به گوش هاش خانم رسیده بود، ایشون یه فرصتی رو فراهم کردن، به دخترشون گفتن که آرمیتا رو ببرن پیش آقا. الله اکبر. ببین مشکلی نمیسه که آرمیتا از کجا بودی؟ من حضرت آقا بهم داد. جدی؟ واقعا رفتم خونش. حضرت آقا منو برد تو اتاق خودش، رفتم خونش بود، دمپای پاشون بود، عباشون هم نبود، دخترشون منو بردن بالا. عبا امامت داشت ولی عبا نداشت. بدون عبا زیریش بود، بدون پای اومد عباشون که به من فکرم یه چیزی گفت. چی گفتن؟ فکرم گفت بله که میام. فکرم دخترش گفت یه نفر اومده گفت بله که میام ببینم، باید ببینم بگو کیه. نگفت. فکر کنم خدا آقا اومد بیرون. بخاطر همین برداشتشون بود رفته خونه آقا و اینکه با دمپایی بودن متوجه شده بودیم. بعد گفتم چی گفت؟ من هر چی میگفتم ایشون میخندیدن که ایشون حالا داشته چی میگفته. و یه نکته رو گفتش که من به ایشون گفتم، چون جلوی موهاشو تازه کوتاه کردم، جلوی موهامو کوتاه کردم شما ناراحت نشدید؟ اینقدر که چون جای مختلف بهش میگن مثلا موهاتو کوتاه. خانم علی محمدی یه بار بهش گفته بود، گفت که آرمیتا هوا گرم موهاتو کوتاه کن. حضرت آقا ناراحت میشن. تصورش اینه که موهاشو باید اصلا حاضر نیست که 1 سانت از موهاش کوتاه بشه به خاطر ایشون. و مثلا کلا اون دیدار اومده بود تو ذهنش، میگفت خیلی جالب. رفته بود با مرغ و خروسای منزلشون بازی کرده بود. بعد کلی ذوق کرد. نیم ساعتی فکر کنم وقتی ایشونو گرفته بود. تازه مثل اینکه به زورم آورده بودنش بیرون. گفت من میخواستم بیشتر بمونم ولی گفتم ببخشید آرمیتا، میدونی که ایشون چقدر کار دارن، این خیلی به تو لطف داشتن که این وقت رو در اختیارت قرار دادن. ولی به هر حال یه توقعی براش ایجاد شده، حالا متاسفانه یا خوشبختانه. فکر میکنه هر دفعه، حالا یه بار دیگه ما رفتیم باز فرصت پیش اومد که آرمیتا بتونه آقا رو ببینه تو حیاط و ایشون آرمیتا رو بوسیدن. کلی هم حواسش بود بعد اینکه ایشون رفتن، چون یه عده بچه دیگه هم اونجا بودن، مامان منو بیشتر از همه بوسید. این کاملا حس میکنه و میگم بعد از اون دیدار فهمیده. هرچند دخترشون هم به من گفتن که این یه حس 2 طرفه است، فکر نکنید فقط آرمیتاه. من خیلی خوشحال شدم انصافا از این بابت. آرمیتا چیز که آدرس گرفتن، گفتن ایشون گفتن که شما بیا، یادته مامان؟ هاش خانم گفتن که بیا خونه ما، دعوت کردن. گفت آدرس بده، آدرس گرفتی؟ ایشون دعوت کردن. آرمیتا هم گفتن که شما آدرس بده. آدرس گرفت و نگه داشت، آدرس، شماره تلفن
تلفن که داشته باشیم خب ما نکنه شماره حضرت آقا نداده باشه. نه شماره دفتر رو دادن دیگه. آقا گفته بودی بابا، حواست دخترشون به من گفت اول گفتی بابا بعد گفتی نه البته حضرت آقا. یادته؟ آره دختر حضرت آقا گفتن. بابا خودش گفت بابا چی کشیدی، اون دفعه منم بهش گفتم بابا. چه اشکال داره؟ خب بابا همه است. آفرین. خودت میدونی. ببین موها ریزم رفته و تو گوشم. چرا این شکلی کردی مامان؟ خب برای حضرت آقا میخوام عکسشون بهشون کاده بدم. عکس خودشونو؟ میخوای الان روبانشو باز کنم؟ بله باز کن. الله اکبر بسم الله الرحمن. آرمیتایزشون بزرگ شده میشه. این آرمیتا چرا با تو معرفی نمی کنی؟ خیلی مشتاق دیدارتون بود. زنده باشید ماشاءالله. سلامت باشید. بزرگ شده. متشکرم. سلامت باشید حضرت آقا. خیلی خوشحالم خدمتتون میرسیم. بله تو ذهنشون بله. یه سخنرانی کرد اشکش اونو در آورد. خیلی زیبا صحبت کرد 2 دقیقه. خدا انشالله شما الان دبیرستان میرید؟ بله دهم پایه ده. بله پایه ده. انگلیسی صحبت کرد فوق العاده زیبا و اثرگذار. خدا حفظ کنه. معلومه دیگه دختر اون پدر و این مادر رو سلامت باشید. خدا انشالله حفظت کنه خانم. خدا انشالله حفظت کنه. خوشحال شدم شما رو. خیلی دعا بفرمایید.